جوشتگی با تو مغزه داریم تقلید رو کنه که این باید اون جلوخر نکنه که ما چی بودی او برزدی دوی جوانای عزیز کسانی دائما میشنوه حال هم فرصت است حال هم دهنی داری تا بکشا دست به سوی خدا برگردید نگو فردا که فرداها گمان است نگو فردا که فرداها گمان است نفس چون تیرها اندر کمان است صداهای کمانها هست و با تیر زیگوری به صدایانی برتگی عزیزان من امروز و فردا نگویید کسانی که امروز و فردا گفتن هلاک شدگی هستند تا برا فردا گذاری عمر فردا را که دید و یادی خدا باشه آزرایی مرگ است چشد هر نفس آخر شربتی مرگ همه نفس چشنده مرگ است ای از مرگ خلاصی نیست ای عبدالرحمن از خدا ترس خداوند غفور و رحیم است خداوند قهار و جبار است همیشه با یاد خدا باشه سرکشانی که همه کردند دعوای منی سرکشانی که همه کردند دعوای منی دیدمش در ملکی خاموشم که مشتی خاک شد کجا شدم از خدا ترسید این پروردگار است که رزق و روزی ما را میده الحال ما در اینجا نشسته هستیم این نعمتهای الله است والله قسم به خدا فردا روز قیامت از اینها پرسیده میشه ای بنده من من تو رو به دنیا آفریدم صورتی زیبا دادم پیش از برآمدن در پیستان مادر رزق تو را تیار کردم تو را به آسانی برآوردم ای چی نداشتی چشمان بینا نداشتی زبانی گویا نداشتی گوشت ناشنوا بود پاهات حرکت نمیکرد در یک مدتی کوتاه بزرگ شدی و صاحب ثروت دولت شدی صاحب خانه و ماشین صاحب ثروت شدی ای بنده یقین دار وقتی که من تو رو عمر دادم و 40 سال و 50 سال نعمتهای من استفاده بردی من فراموش کردی برای از آتش دوزخ نجات دادن خود بار هم عبادت نکردی بازگشتی تو به سوی من است الحالی مر قامتی تو را میشکند روز قیامت که روز حساب و کتاب است روزی که یگان کس برای تو یاردم نمی کند و از یگان کس یاردم طلبیده نمی شود در آن روز من تو را فراموش میکنم آی بر حالی ما بنده یکی پروردگاری که ما را رزق و روزی داده است امروز ما پروردگار را فراموش میکنیم باید همیشه با یاد خدا باشیم چشم در آخری گشته پروردگار رزقاش خورده و زیادی